دوردوی بزرگترین بازار در آسیای مرکزی است که حال و روزهای دردناکی را پشت سر می کنند. در این بازار که در پایتخت قرقیزستان شهر بیشکک واقع است، تا یک ماه پیش کار در جوش و مردم خیلی زیاد بود. در پی خروج پاندمی و یا بیماری همگیر، سر از ماه اپریل بازار بسته شد و 50,000 کارمند آن در روبروی فاجعه قرار گرفتند. در وضعیتی قرار داریم که میخواهیم گریه کنیم. ما هیچگاه دستنگری کسی نبودیم. برای پیشبرد زندگی درآمد داشتیم، ولی امروز از دست مردم سخاوتمند غذا میخوریم. اما چیزی که آنها خیر میکنن فقط برای چند روز است. وقتی این مواد غذایی تمام شد چیکار میکنیم؟ من از مرگ بر اثر کرونا ویروس نمیترسم، میترسم که از گرسنگی میمیریم. این بازار نه تنها برای تاجران بلکه برای شمار زیادی حمالان و راننده ها هم منبعی درآمد بود. اکثر آنها در پس کانتینرهای بازار برای خود منزل ساختند. همه ساکنان این محله در بازار کار میکنند. بعضی‌ها سبزوان میفروشند، دیگران عرابه میکشند و نفران باقی مانده حمالی میکنند. در اینجا کسی ثروتمند نیست. من شیرینی میفروختم، حالا بیکارم. ما از گوشه های گوناگون کشور هستیم. در اینجا در پشت کانتینرها زندگی میکنیم. هیچ کس هم نمیداند که ما وجود داریم. مقامات محلی یک مرکز را برای کمک به نیازمندان تشکیل نمودند که در آن اساساً اختیاریان کار میکنند. نازگل باتیه و هم همراه با شوهر و 2 فرزندش در اینجا به سر میبرد. ولی آنها که مردی کار میباشند، یک ماه باز یگان درآمدی ندارند و اساساً از حساب سخاوتمندان زندگی می‌کنند. 2 قوطی مکران باقی مانده است. یک چند قطره روغن هم داریم. این مواد باید تا آخر هفته برسد. در این منطقه کنار پرتوگاه نیز کارگران دیگری بازار به سر میبرند. در 15 سال اخیر در اینجا خانه‌های غیرقانونی زیاد ساخته شده است. ساکنان خودسرانه و با راه غیرقانونی برای خود خط برق و آب گذرانده‌اند. در اینجا 560 خانه و یک باغچه کودکانه است. از زمان آغاز کرانتین آنها از یک سازمان خیروی از کره جنوبی کمک به دست میارند. آنها برای تمام ده غذا فرستادند. ما از آنها منت داریم. مقامات شهر چندان کمک نکرده است به ساکنان. صدها نفر در اینجا از حساب جمع آوری و فروش پرتوها درآمد به دست میارند. ولی درآمد از این کار هم در شرایط کرانتین ناچیز شده است. ما در اینجا مدتی طولانی زندگی داریم. در نزد پرتوگاه خانه ساختیم. بعضی ها 15-20 سال اینجا زندگی دارند. ما خانه ها را ساختیم اما حجت نداریم و مقامات میگوید خانه های ما غیر قانونی است و میتوانند ما را هر لحظه از اینجا بیرون کنند. بعضی آدمان در ساختمان و خواجگی‌های دهقانی کار می‌کنند، ولی دیگران مثل این مردکاران در کنار راه جمع می‌شوند و انتظار کارفرما می‌مانند. ولی کار نیست. اگر بخت برای کسی خندد، در یک روز از 5 تا 10 دلار کار می‌کنند. این مردکار می‌گوید تاکنون یگان کار پیدا نکرده و در 2 روز آخر هم چیزی نخورده است.